میخوام خیلی راحت باهات صحبت کنم. اگر تیمت انگیزه نداره، به احتمال زیاد مشکل از سبک مدیریتی شماست. چون هیچ کس برای کاری که هیچ سهمی در اون نداره دلش رو نمیسوزونه. این همون واقعیتیه که خیلی ها نمیخوان قبولش کنن. ما یه اصلی داریم توی روانشناسی به نام اثر مالکیت. این اصل میگه آدما وقتی حتی یه بخش کوچیک از تصمیم گیری یا نتیجه کاری رو مال خودشون بدونن، انرژی و تعهدشون چند برابر میشه. پس اگه میخوای تیمت برات بجنگه، از همین امروز یه مسئولیت واقعی بهشون بده، حتی اگه اون مسئولیت کوچیک باشه. بذار حس کنن وجودشون توی نتیجه کارشون تأثیر داره. با همین یه قدم کوچیک تیمتو از حالت وظیفه میبری توی حالت تعهد. بروز باشید.